با خصوص برای کشور متمدن مانند امریکا لازم هست؟ البته ما از مردم امریکا مشکور هستیم. همین اکنون در کانگرس امریکا این واقع بینی به وجود آمده است که اگر تا دیروز سلاح امریکایی ها به نام آزادی خواهان برای آزادی خواهان داده می شد، امروز برای چی داده می شود؟ و آیا ادامه چنین سپردن سلاح‌ها در جهت کشتار دست جمعی و پرستیژ و حیثیت و اعتبار ایالات متحده امریکا او هم در فضای بین المللی جدید نو دیتانت سیاسی زیان نمی رساند؟ ما از وسایل اطلاعات جمعی غرب و وسایل اطلاعات جمعی امریکا و مردم امریکا قضاوتش و کانگرسمن هایش مشکور هستیم، ولی اداره امریکا را لازم هست که در پالیسی و سیاست خود تجدید نظر نمایند و حداقل مسخان عامی مردم ما نی، مردم منطقه نی، مردم جهان نی، مردم غرب نی، مردم خود امریکا نیز توجه بکنند. در غیر صورت به اصطلاح دستاورده ها و انباشته های 10 ساله خیش را به زودی طوری که از دست دادن به ظرف 6 ماه کاملا از دست خود دادن. و اونا میخواستن برای شوروی ها افغانستان را ویتنام بسازن، مگر ما برای شما میگوییم که با ادامه چنین کمک ها و دادن چنین وسایل کشتار دست جمعی علیه مردم افغانستان، افغانستان برای امریکا با ویتنام دوم مبدل خواهد شد. رفت غیابوش وطن جای تو خالی، جای تو خالی، ای رفت غیابوش